سلام. خلاصه رویدادهای دوشنبه 3 مارس را من اسکندر خواجه میرزاده پیشکش شما میکنم. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف در رابطه با ورود بدون دعوت به دفتر حزبش به شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه عریضه شکایتی نوشته خواسته است مقامات گناهکاران را به جزا کشند. به قول رئیس حزب سوسیال دموکرات روز شنبه 1 مارس گروهی آدمان ناشناس غیر منتظره به دفتر حزب وارد شده طلب کردند نشست سازمانداده حزب که یک نشست فرهنگی بود خاتمه یافته مهمانان منزل را ترک کنند. این بار سیوم است که رحمت الله زایروف در مورد حمله های گروهی به دفتر حزبش به مقامات شکایت میبرد، ولی مقامات امور داخلی تا هنوز در این باره اطلاع ندادند. در همین حال محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این گروه سیاسی به خاطر آمادگی ها به انتخابات پارلمانتی سال 2015 ستاد تشکیل کرده است که رهبری آن را معاون او محمد علی حید بر دوش دارد. این آماده شدن به انتخابات، اینا دوره‌های آموزشی برای اعضایان نوچرخه انتخاباتی، برای ناظرین حزب، برای نامزدهای احتمالی برگزار میکنن و ما نیاز داریم که این 6 ماه اول رو پوره به مسائل حقوقی و فهماندهی مسئولین صرف کنیم. طبق نقشه انتخابات پارلمانتی تاجیکستان باید در آخر ماه فوریه سال 2015 برپا شود. تیرماه سال روان رهبری دوری سازمان همکاری‌های شانگهای به دست تاجیکستان خواهد گذشت. روز دوشنبه مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ابراز داشتند که در چارچوب ریاست دوری 5 نشست شورای وزیران و مقامات بلندپایه کشورهای عضو این سازمان را میزبانی خواهند کرد. حالا تاجیکستان آمادگی‌ها به نشست وزیران مدافع این سازمان را آغاز نموده است. جلسه شورای وزیران مدافع باید اول اپریل سال جاری در جمهوری تاجیکستان برگزار گردد. در ناحیه شورآباد ولایت ختلان با کمک مقامات محلی و کمیته امور جوانان، ورزش و سیاحت نخستین مکتب لیژرانی پایه‌گذاری شد. که تا این دم از نبودن لوازمات‌های ورزشی یعنی که این نمود چهارمینو برگزار کردن نمی‌شدند. کوه تپه‌های شورآباد هممرز با افغانستان تخمیناً نیم سال در زیر برف میباشند. مؤسسان مکتب باور دارند که فراهم آوری تجهیزات لیژرانی و تمرین منظم ساکنان ناحیه را به این نوع ورزش جلب نموده هواداران لیژرانی را به زیارت از شورآباد و لیژرانی در این ناحیه تشویق خواهد کرد. تا این زمان بسیاری از جوانان محلی با تجهیزات خودساخت تمرین می‌کردند. در اولین روز بهار سال روان در باغ به نام کمال خوجندی مرکز مأموری ولایت سوغد شهر خوجند نمایشگاه و معرکه فروش گل و نهال برگزار شد. مشتریان امکان داشتند با بهترین دستاوردهای گلپروران و کشاورزان محلی آشنا شده برای باغ و حولی‌هایشان گل و نهال‌های مختلف خریداری نمایند. برای دریافت معلومات بیشتر سر بزنید به سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و ادناکلاسنیکی.